پرنقشتر از فرش دلم بافته ای نیست، از بس که گره زد به گره حوصله ها را. این نقشای خوشگل، این طرحهای خوشگلی که میبینید مژده میده از حضور یک هنرمند. در هفته ایران جان فارس ایران هستیم. یه بهانه قرار دادیم برای اینکه از یکی از هنرمندان بسیار بسیار درجه که استان فارس دعوت کنیم تا باشون گپ بزنیم. مفتخرم که میزبان خانم فاطمه خانم رجبی باشم. سلام، صبح بخیر، خوش اومدین. سلام و درود، صبحتون بخیر. متشکرم. خیلی ممنونم خانم. از شیراز اومدین، لهجه نیاوردین با خودتون؟ چرا، لهجه‌ام داریم. خب پس با این لهجه خوشگلتون یه سلام به شیرازی‌ها و مردم دوست داشتنی بکنید. سلام به گنبه گلای قشنگم، صبحتون بخیر و شادی باشه ایشالله. خانم، ما از شیرازی‌ها تا توی ذهنمون میاد اتفاقای خوب و خوش اخلاقی و هنره. چقدر لذت بردیم، چشممون نواخته شد با این هنر دست شما. برای ما بگید که چند سال فعالیت میکنین در حوزه حالا فرش بافی و گیلیم بافی و اصلا چی شد اومدین به این مسیر؟ من رشته تحصیلیم فرش دستباف هست، دانش آموخته کارشناسی ارشد فرش دستباف هستم و با توجه به اینکه هنر رشته تحصیلی من بود، از رشته نقاشی وارد رشته فرش شدم و کم کم وارد این صنف شدم. در حوزه تحقیق و پژوهش، تدریس و تولید این هنر فعالیت داشتم. البته باید بگم که اینها هنر دست من نیست، هنر دست بانوان سرزمین من هست که باید به تک تک هنرهاشون احترام گذاشت و بوسه زد به دستان هنرمندشون. اینها رو صرفا جهت معرفی هنرهای دستی سرزمینم پارس آوردم تا تک به تک در موردشون صحبت کنیم و ببینیم که چقدر تنوع دستبافته داریم. بله حتما. شما هم تو خونه فرش دستباف میندازین، از روش رد نمیشین، میرین دور میزنین یا فقط من اینجوریم؟ انقدر که هنر، عشق و توجه برای هر کدوم از این بافته ها خرج شده که آدمیزاد دلش نمیاد روش قدم بذاره. دوست دارم برامون بگید که از ویژگی های فرش و نقوش استان فارس که استفاده میشه توی بافته هاشون. بله حتما. من اولش یک اشاره کنم به نشانه های قالیبافی در استان فارس که برمیگرده به عهد مفرد که در نزدیکی شهرستان کامفیروز استان فارس بر اثر وقوع یک سیل یک قبر زیر و رو میشه که قبر یک خانم بافنده بوده و ابزار قالیبافی رو هنگام دفن باهاش دفن میکنن و این اولین نشانه های هنر قالیبافی در سرزمین پارس بوده و بعد از اون نشانه های مختلفی در سراسر کشورمون هم میبینیم که اگر بخوایم کلی نگاه کنیم میشه قالی پازیریکی که در تپه آلتای مغولستان اولین بار در سال 1949 اگر اشتباه نکنم توی یک بور یخزده پیدا میشه و اون قالی رو شخصی به نام سرگی رودنکوی روسی که یک باستانشناس بوده پیدا میکنه. لحظه‌ای که اون قالی رو میبینن اولین جمله‌ای که از زبانشون میاد این که تخت جمشید را به یاد میآورم و نقوش اون قالی خیلی شبیه بوده به نقوش تخت جمشید، آرایش اسب‌های تخت جمشید، سربازان هخامنشی و گوزن خالدار ایرانی که بعدها به خاطر مسائل مختلف سر این قالی که قدیمی ترین قالی موجود در دنیا هست خیلی چالش به وجود میاد که عده‌ای میگن ایرانی هست و عده‌ای میگن ایرانی نیست، اما شواهد کاملا نشون میده که این قالی ایرانی هست. این یک تاریخچه کلی از تاریخ ایران از نظر فرش بافی و تاریخ فارس از نظر فرش بافی است. در مورد این نقوش من باید اینجوری بگم خدمتتون که سرزمین پارس به علت تنوع اقلیم 4 فصل و تنوع اقوامی که داشته دستبافته های بسیار متنوع و متفاوتی داره، جوری که پژوهشگر مطرح فرش دستباف در دنیا جناب آقای دکتر سیروس پرهام که چند مدت پیش به رحمت ایزدی پیوستن، ایشون اشاره میکنن به بیکرانگی های فرش فارس و یا شاهکارهای فرش فارس به خاطر اینکه اقوام ترک داشته، لر داشته، کرد داشته، عرب داشته و فارس داشته و این اقوام با توجه به عقاید و باورهاشون نقوش مختلف و سبک‌های مختلفی از دستبافته ها رو داشتن و چون عشایر خیلی زیاد توی اون منطقه بودن، خب
ابزار و وسایل قالی بافی و حتی خود اون دست بافته کاربردهای غیر از کفوش کف زمین بوده. مثلا کاربردی بوده برای نمکدان که توش نمک‌های سنگیشون رو می‌گذاشتن. مفرش هایی بوده که مخصوص رخت خواب هاشون بوده برای اون زمانی که عشایر خیلی کوچ میکردن و رخت خواب ها رو توی اون مفرش هایی که حالت یک صندوقچه داره خیلی بزرگتر از خورجینه، ولی امروزه در دکوراسیون دنیا به عنوان یک کاناپه ازش استفاده میشه و کاملا جور میشه با دکوراسیون مدرن، حتی مینیمال، در اینی که خیلی ماکسیمال هست ولی خیلی به مینیمال نزدیک میشه. این دستبافته هایی که آوردیم خدمتتون غالبا دستبافته های ایل قشقایی هست، یعنی من امکانات موجودم همین ها بود، ولی خب ما دستبافته های ایل عرب رو داریم، فارس رو داریم و لرهای غیورمون رو داریم در این منطقه که خیلی متنوع هستن. قالی های فارس دونه دونه بگیم که هم نقشاشو حتما. بهمون بگه. از این کاری که کنار من شروع بکنیم. این قالی کشکولی با نقش عرب چرپانلو که از نظر نقش و نگار و رنگ بندی مربوط میشه به طایفه عرب، ولی کشکولی های ایل قشقایی به علت اینکه بالاترین مهارت رو در قالی بافی داشتن از اون نقش استفاده کردن و در قالی هاشون استفاده کردن. چقدرم جزئیات داره. بله. بعدی چطور؟ این هم همینطوره، این هم باز همون نقشه، با نقشش هم شبیه هم. بله. توی نقش و نگارهای استان فارس وقتی نگاه میکنید نقوش کاملا هندسی شده هستن. بله. یعنی شکل شکسته و هندسی دارن، زاویه دارن. بله. و جانور، پرنده و حیوانات خیلی رایج هست، چون میخوان که از طبیعت، شکار و از محیط اطراف الهام بگیرن. اگر دقت کنید خروس داره، طاووس داره. بله. و پرنده های مختلف. درخت توش داره. نقش شیر خیلی رایج هست و نقشه هایی که درختی هست و در کل قالی ایرانی نمادی از باغ و طبیعت هست که حالا اساسه توی قالی های بعدی بهشون میرسیم. این کنار دستتون شبیه بت جقه است ولی به قول شما زاویه داره. آره، توی فارس میشه بت قبادخانی که برگرفته از لباس یکی از خانهای زمان گذشته بوده که روی شالش نقوشی بوده. بافندگان هنرمندی که استفاده میکردن میان این نقوش رو تبدیل میکنن به نقش قالی. چقدرم چشم نوازه. به صورت راه یا عمودی یا افقی نقش رو تکرار میکنن در رنگبندی های مختلف. گیلیم هم با خودتون آورده بودین، از این برامون بگین. اون گیلیم قشقایی هست که خیلی هم ریز بافه با سبک تکنیک بافت دروباف یا چاکدار که دو طرف گیلیم عین همدیگه هستن، یعنی شما از هر دو طرف میتونید استفاده کنید. خانم از سبکایی که یه قدری مدرنه و توی حالا به هر حال طراحی‌های مدرن هم استفاده میشه، این کارتون خیلی چشم ما رو گرفت. از این برامون بگین. این گبه هست. گبه یک دستبافته اصیل ایل حالا هم قشقایی هم لور استان فارسه که امروزه به خاطر ساده بودنش توی زندگی ها خیلی استفاده میشه. در گذشته هم کاربرد پتو رو برای عشایر داشته و هم کاربرد زیرانداز رو که امروزه بیشتر غالبا در قالب زیرانداز استفاده میشه، مخصوصا در اتاق کودک. بله. خیلی خیلی استفاده میشه و خیلی از تولید کنندگان از نقاشی های کودک گبه های رو تولید میکنن ویژه همون کودک برای اتاقش. چه جالب. اینا عکس بز روش درسته؟ بله بز هست. و این کاری که روی میز انداختیم چطور که خیلی هم بزرگه؟ این که بهش میگن گلیم سوزنی. گلیم سوزنی یک ترکیبی بین گلیم و قالی هست و بسیار بسیار ظریف و نفیس و ریز هست با نقوش خاصی که به صورت راه بافته شده. میتونم بگم خیلی دیگه از این سبک بافنده زیاد نمونده برای تولید. چقدر بد. بله متاسفانه، ولی میشه گفت جزو نفیسترین و ظریفترین هنرهای دست بافتی هست که ترکیبی از گلیم و قالی هست و بسیار پرنقش و اگر که دقت کنید پر از تکنیک‌های بافت مختلفی است. و چه باید کرد که بتونیم این هنر رو حفظ بکنیم؟ ببینید معرفیش به دنیا و جایگاه واقعیش رو نشون دادن و اعتبار بخشی تاثیرگذار هست، به خاطر اینکه بافت چنین چیزی بسیار سخت و زمانبر هست و از طرفی از نظر درآمدی باید برای اون کسی که توانایی و مهارت بافتش داره بصرفه که بتونه مدام چنین هنری رو تولید کنه. و اون کاری که کنار دست خودتونه چطور؟ این یکی از اصیل‌ترین نقشه‌های منطقه
فارس هست که بهش میگن یک سرناظم قشقایی. چه اسم جالبی داره. بله، این اگر بخوایم کلی نگاه کنیم، قالی ایرانی گفتم بهتون نمادی از باغ ایرانی هست. و این قالی دریچه‌ای هست که به روی یک باغ پر از گل باز شده. چقدر جزئیات و داره. تک تک نقوشی که توی یک باغ میتونه وجود داشته، هم از درخت و گل و بوته. من خروس رو دیدم، گوزن رو دیدم، از حیوانایی که دارم میبینم و چه بامزه و جالبه. یه سوال برای من پیش میاد، اونم اینه که این کاری که گفتین زمان بره، حدوداً چقدر وقت میگیره از یک بافنده؟ با توجه به مهارت و سرعت عمل هر فرد متفاوت هست، ولی اگر که فرض بذاریم هنرمندی که این دستبافته رو میبافه مهارت بالایی داره و سرعت عملش خوب باشه، هر 1 متر مربعش تقریباً 20 روز زمان میبره. عجب. برای این، ولی برای این من حق دارم که دلم نیاد پا روی این دست بافته ها بذارم. اما خیالتون راحت باشه، دست بافته های ایرانی انقدر شهرت دارن و انقدر کیفیت دارن که سالها هم که پا میخورن نه تنها خراب نمیشن، بلکه به ارزششون اضافه میشه، چون از مواد و متریالی استفاده شده که کیفیت بالایی داره. اگه بخوایم دقیق تر بگیم، غالبا دست بافته های استان فارس از پشم گوسفندان خطه زاگرس استفاده میشه که تماما دستریسه، یعنی اون نخی که باهاش گره ها رو میزنن هم به وسیله دوغ‌های نخریسی و دست تهیه شده. و این خودش گواه کیفیتش هست. و از نظر رنگرزی هم تمام اینها رنگرزی های گیاهی دارن و غالباً طول عمرشون بالاتر هست. هرچی فرسایش میخوره این براق‌تر و شفافتر میشه، جوری که بهشون در دنیا به عنوان قالی های تابناک شیراز یاد میکنن. و این خودش برمیگرده به اون اشاره که فرش ایرانی هرچی پا میخوره جذاب‌تر میشه، نفیس‌تر میشه. خیلی ممنونم از خانم رجبی. والا اگر از من بپرسین که دلم نمیاد از این بخش عبور بکنم و این علاقه من به فرش باعث میشه که هی دلم بخواد بشنوم این سوالو بپرسم راجع به اون، ولی چه کنیم که زمانمون تو این بخش به پایان رسیده. بهانه این میشه حداقل بریم نقوش فرش ایرانی رو یه تورقی بکنیم و باهاش آشنا شیم و به خودمون ببالیم برای این همه هنر و اصالت.